سطح رشد دانشگاه دولتی ملی اقتصاد تاجیکستان و سطح رشد دانشگاه دولتی اقتصادی شهر سنت پترزبورگ قابل قیاس نیستند، برای که اینها در سطح‌های گوناگون قرار دارند. تجربه‌ای که در دانشگاه دولتی اقتصادی شهر سنت پترزبورگ روسیه در اونجا روی کار گرفته شده است، البته که مستقیما در ما جاری کردنش کمتر دشوار است. یکم چیزی که از آنها برای ما خیلی پسند آمد، دانشگاه اون چیز همگرایی علم با استحصالاتی که ما با او تلاش داریم، تلاش داریم، در این سمت خیلی پیشرفت کرده‌اند، خیلی با نتیجه های نظررس نایل شدند. یکم تجربهشان همین است که اونا یک شورای سرپرستان دارند. کلانترین کارپوراسیون‌های سطح جهانی روسیه از قبیل گازپروم، راه آهن، روسنفت، همین ها رو جلب کردن. دیرکتورای گنرالی همین کارپوراسیون‌ها در یک وقت اعضای شورای سرپرستی قرار دارند. از همین جهت آنها از جهت مالیوی امکانیت‌هاشون نامحدود است. امکانیت‌های آنها دارند، ما نداریم. یکم وایش همه که آنها دانشجوی تیار کرده به بازار مهنت کشورشان دانشجوی همچون متخصص پیشنهاد نمیکنند، بلکه در یک جایگی با کارفرما اینها کادر تیار میکنند. همکاری با کارفرما، همین کارپوراسیون کلانی که در شورای سرپرستان اعضا هستند، اینها کارفرماهای بزرگ نیز هستند. دانشجو اینها در این دانشگاه مدولی تعلیم مدولی جاری کرده شده است که دانشجویان کورس‌های بالایی در هفته یک روز یا 2 روز میتونن مستقیما رفته در استحصالات کار کنند. در دانشگاه برای اینها کردیت تعلیمی نوشته شده که اینها از خود کردند. در یک جایگی با کارفرما اونها الکی در کورس‌های 3 و 4 مثلا اونها تحصیلاتشون همین بحث بکالوریات و ماجستراتور است. در کورس‌های بالایی الکی دانشجو در استحصالات کار میکند، هفته به 1 روز یا 2 روز، در عوضش مزد معاش نه، در عوضش از دانشگاه از خود کردن کردیت تعلیمی برای نوشته میشد که چون کردیت از خود کرده است. اگر ما همین تجربه در دانشگاه خودمون جاری کنیم، اگر ما میتونیم که دانشگاه ما یک برتری دارد نسبت دیگر مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه تحصیلات عالی کشور، که مؤسس دانشگاه ما مستقیما وزارت مالیه میباشد. وزارت مالیه در برابر مؤسس بدن کارفرمای بزرگترین نیز در بازار مهنت هست. هر سال چندین خط کننده ما در این بارگاه با کار قبول کرده میشن، بر اساس آزمون قبول کرده میشن. ما هم وقتی که همگرای علم با استحصالات تعلیم مدولی رو به راه ماندیم، آنها الکی در استحصالات در همون جریان کار عملیه رو از خود میکنن. وقتی که ختم میکنن آنها الکی کادری یا متخصص صاحب کسب میشن. برای آنها جای کار یافتن بسیار آسان است. ما سال 2024 با دانشکده اقتصادی و سرویس سمرقند شرطنامه کردیم. در اساس همین شرطنامه یک گروه متخصص کارمندان دانشگاه برای تکمیل اختصاص به دانشکده اقتصاد و سرویس شهر سمرقند سفر کردیم. در آنجا کورسی بازآموزی گذاشتیم، هم درس دادیم و هم درس گرفتیم و از آنجا بعد دانشگاه دولتی بخارا سفر کردیم. در مرکز تکمیل اختصاص آنجا نیز اختصاص خود رو تکمیل دادیم. از تجربه دانشگاهی جمهوری ازبکستان چیزش به ما پسند آمد. اینها شعاری همین تحصیلات دیگر کردگند که باید هیئت آموزگاری، پروفسوری آموزگاری دانشگاه ها باید با همچون پروفسور سزیدت بنیادکار و بنیادکاری رو اینها باید از درس دهنده و سازنده گذارند. برای آنکه بین نظریه و عملیه
فرسخ‌ها راه است. امروز بینید که وقتی در اودیتوریا در صنفخانه‌ها درس می‌گذارن متخصصا اگر دانشجویان ما خط کنندای ما وقتی که به بانک میروند با برنامه‌های الکترونی با چیا کار کردن نمیتونن، با برنامه‌های بانک کار کردن نمیتونن. با در دیگر مؤسسه همین چیز هست. وقتی نظریه با عملیه پیوست میشد، وقتی که انا پروفسورای ما نه تنها درسی عنعنوی میگذارن بلکه درسی امروزه درسی معاصر میگذارن. من فکر میکنم که نتیجه دیگر خواهد شد. البته در جمهوری آسیای میانه، جمهوری آسیای مرکزی فرقیت بسیار کم است. بین سطح رشد در این سمت فرقیت کمتر است، ولی در فدراسیون روسیه علاقه سطح خیلی بلندتر است. در اونجا سطح رقم کنانی خودی پلتفرم در ما مثلا ما قیاس کرده میتونم دانشگاه دولتی مالی و اقتصاد تاجیکستان رو با دانشگاه دولتی اقتصادی شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه در همین سمت آنها علاقه به هم پلتفرم رقمی گذاشتگیند. این چیز رو آنها خیلی خوب از خود کردگیند و تکنولوژی رقمی رو در موضوعاتی که مستقیما به کفدر ما تعلق دارند مثلا و مناسبت‌های مالی و قرض بین الخلقی استفاده تکنولوژی رقمی در سمت تکنولوژی مالیوی در اونها خیلی بیشتر دیده میشه. خب در ما هرچند که ما به نظام بالانی و نظام کردیتی گذاشتیم ولی بسیار و عنعنه‌های از نظام پیشتر باقی مانده هست. در ما هنوز هم دیده میشد. این همه بیشتر به اصولی عنعنوی درس تکیه کردن. اصلا نظام کردیتی این برای صرفه وقت ساخته شده است. برای صرفه وقت ساخته شده است. در اونجا طلبات ها وقت از همه در سطح بلند میستد، در مد اول میستد. در ما همین چیز کمبودی ها دیده میشد که هنوز نیز با اصول های عنعنوی کار میکنه، هرچند ما با نظام تحصیلی نظام بالانی گذاشتگی هستیم. سطح ما با دانشجویای خودمون که در طبق برنامه تبادل استودنت ها در شهر سنت پترزبورگ تحصیل میکنن با آنها واخوری گذرانده. آنها از آن شکایت کردن که در روند تعلیم در دانشگاه ما همین تکنولوژی رقمی خیلی کمتر استفاده کرده میشه. اصول های معاصر تعلیم خیلی کمتر استفاده کرده میشه. انا آدیترینش در آنجا فرموله های همه قدر بسیار استفاده میبرن برای حساب کتاب خف های مالیوی مثلا در سمت مالی. در ما این چیزا کم دیده میشه. در جمهوری ازبکستان در نظام تحصیلاتی عالیشون بعض پیشروی ها دیده میشه که در ما همه چیز جاری کردن از منفعت خالی نیست. مثلا ما وقتی که به دانشگاه دولتی بخورو رفتیم در هر یک فاکولته وقتی که به هم فاکولته وارد میشوید در QR کد های نصب کرده شده است که صورت QR کد ها لوحه های با QR کد تمام انتشاراتی هیئت آموزگاری پروفسوری همون فاکولته اوید با فنهای تدریس شونده طریق QR کد نصب کرده شد. دلخواه دانشجو میتوند که با پخش کردن QR کد تو برنامه شناسی QR کد رمز در آمده از همونجا همین چیز رو دسترس کنید. اگر شما تصور کنید که وقتی که شما با یک فن نو وارد اودیتوری میشوید علاقه دانشجو کتاب درسی یا وسایل تعلیم را از این فن دارد برای خودش گرفته است، برای شما درس گذاشتن خیلی آسان میشود. برنامه تعلیمی رو از خود کردن نیز خیلی آسان میشود. شما با دیکته کردن و با نویساندن و با کنسپکت کردن و با فهماندن گلاسر مفاهیم اساسی کمتر وقت جدا میکنید و بیشتر کاری عملی و آوردن مثال های عملی و مثال مسئله قدید نتیجه بیشتر میشه. کتابخانه های همین دانشگاه ها و دانشجو با همون وی پرول خودش در اون میتونه کتابخانه الکترونیکی میتوند با بعضی مقاله های سکوپوس دسترسی یابد و مقاله های پیشرفته ترین دنیا رو میتوند که
امروز شما میدونید که توسط استفاده تکنولوژی معاصر همین زبان خارجی را، موادی که با زبان خارجی نشر شده است او را به زبان خود برگردان کردن بسیار کاری آسان است. در فاکولته ما که اکثر دانشجویان با زبان روسی و تاجیکی بلد هستند و گروه انگلیسی داریم که گروه انگلیسی بلد هستند، اگر هم خیلی کتابخانه دسترسی باشد من فکر میکنم که خیلی از سطح و صفت سواد دانش اونها سطح از خود که میشون بلندتر میشود، همچنین متخصص از تحولات امروزه جهان علم با خبر میشه. ما در مرکز تکمیل اختصاص نزد دانشگاه دولتی بخارا بودیم. در آنجا از صنفخانه‌هایی که خود معلمان مکتب میانه آمده در آنجا تکمیل اختصاص میگذارن و همین صنفخانه‌ها در آمده ما رو با اکسکورسیا بردن. اما صنفخانه‌ها به طرز وی ساخته شده است، به طرز غیر عنعنوی. البته وسطای عیانی بسیار است و اکثریت وی به طریق میز گرد است. بعضی صنفخانه هست که به مثل قهوه‌خانه یک میز هست، 3 تا کرسی نشست، یک میز دیگر 3 تا کرسی نشست، گروه برای حل کردن یگان کیس اصولی که تعلیم کیس ما از همین چیز در همین مدت اونجا بودن ما استفاده کردیم، بسیار موثر بود. این خاطر ما است وقتی که اگر دانشجو ما بعضا مشورت خیلی البته این از امکانیت های همون پایگاه مادی تکنیکی وابسته است. فکر میکنم وقتی که در طرحریزی بناهایی که یعنی برای محصول تحصیلات عالی کسبی ساخته میشوند همین چیزها به نوبت گرفته شده که بسیار خوب میشود. ما از سفرهای خارجی تاثیرات زیاد میاریم. همه وقت همین در سفر آخر ما با خیلی آدما شناس شدیم، به خیلی همکاران ما شناس شدیم، همکسبان ما. مثال من با مدیر کافدره از پروفسور از دانشگاه فون نیمن از ونگر شناس شدم و اینها یک مجله علمی دارن که در پایگاه وب آف ساینس به قید گرفته شده است. ما بعد آمدن یک مقاله رای کردیم به زبان انگلیسی، در همین مجله به چاپ رسید. یک دستاورد. ما دانشگاه ویتپس و کریم شرطنامه کردیم اوید بعد تعلیم دوالی. هر یک سفر نه تنها جهان بینی وسیع میکند بلکه همون دایره معاشرتی آدم رو من فکر میکنم که وسیع‌تر میکند. برای آموزگار همین سفرهای خارجی، آموزگار خصوصا در مؤسسات تحصیلات عالی کسبی، سفر بعد کشورهای خارجی و بهره‌مند شدن از تجربه آنها ضروری است به فکر من. از تکمیل اختصاصی که در همین جمهوری میگذارید، از این دیده یک سفر خارجی هرچند کوتاه مدت هم باشد تاثیرات بیشتر میدهد، جهان بینی انسان زیاد میکند و در همون موج معاصری علم قرار میدهد که هم در یک موج با هم علم معاصر آدم شنو کنه تواند. برای که امروزه سرعت پیشرفت علم تکنیک به درجه است که شما برای هر روز از صنفخانه برای تعلیم در آمدن باید یک بار پیش از در آمدن از اینترنت از همین سمت خودتون باخبر شد.